به شیوه های مختلف میشه این از یوتیوب چیزی رو دانلود کرد. یکی از راههایی که کامپیوتر تو هم داره، به احتمال 99% تا جایی که یادم هست، این هستش که از ریل پلیر یعنی استفاده کرد. برای این کار ما اینجا بالا میریم، این رو مارکیرن میکنیم و با رشت ماوس تاسته میزنیم کپیرن. بعد میایم پایین روی استارت، اینجایی که ماوس من هست الان نوشته است استارت، میزنیم و میریم توی آل پروگرامه، میرسیم به یک جایی که ریل پلیر ممکنه باشه. برای من نوشته است ریل نتورکس. ریل پلیر در واقع تو داری. اینجا ریل پلیر رو کلیک میکنیم و باز میکنیم. ما اینجا مارکیرن کرده بودیم و کپیرن کرده بودیم. حالا این بالای چیز با این چیزایی که این وسط میاد کار نداشته باشیم. روی ریل پلیر میاد کار نداشته، ممکن البته شکل تو اون چیزی که توی کامپیوتر تو میاد شکل. این بالا میزنیم داتای اوفنن. اینجا ممکنه حالا یک چیزی باشه، ما این رو پاک میکنیم، دوباره با رشت ماوس تاسته کلیک میکنیم و اینجا این بار میزنیم اینفوگن اون آدرسی است که ما کپی کرده بودیم و میزنیم اوکی. تو این باز میشه و شروع میکنه به خوندن. این صدای این رو کم بکنم که صدای خود من بالاتر باشه. باید یه چیزی میومد که این ویدیو رو دانلود بکنی اتوماتیک از طریق خود همین ریل پلیر. ما با این حال با رشت ماوس تاسته دوباره کلیک میکنیم، چیزهای مختلف میاد. این پایین برای من میاد یک جایی ممکنه داشت با تو فرق بکنه، ممکنه اتوماتیک بیاد برای تو خودکار بیاد، ولی برای من اینطوری اومده و میزنیم دیز ویدیو herunterladen. کلیک میکنیم این میاد. خب حالا ما این ویدیو رو من پیشتر کپی کردم، در نتیجه یعنی herunterladen کردم، ضبط کردم، در نتیجه من احتیاجی ندارم، من اینجا قطعش میکنم. ولی تو وای میستی تا این تمام این پروسس تمام بشه، یعنی کامل بشه. این پروسس کامل که بشه بعد به تو خواهد گفت که کامله. معمولا یعنی قاعدتا بایستی این فایل یک جایی ضبط بشه تحت عنوان ریل پلیر دانلود. توی ویدیوهای من اینجا ما یک ریل پلیر دانلود این رو میبینیم. مال من معمولا اینجا فیلم ها ضبط میشن، فیلم هایی که از طریق ریل پلیر دانلود میکنم. امیدوارم کمکت کرده باشم و همه اینا رو من میبندم.